چطور یک پادشاه 2200 سال پیش اکانت امروزت رو لیکوید کرد؟ در تاریخ نظامی دنیا مفهومی ترسناکی وجود داره به اسم پیروزی پیرهوسی. داستان برمیگرده به پادشاهی به نام پیرهوس که در جنگ با امپراتوری روم پیروز شد. اما به چه قیمتی؟ اون توی این نبرد تمام فرماندهان ارشد و هزاران سرباز نخبش رو فدا کرد. پیرهوس بعد از این برد خونین بین جنازه‌های سربازهاش قدم زد و دیالوگ معروفی گفت: اگر یک بار دیگر این گونه پیروز شویم کاملا نابود خواهیم شد. توی بازارهای مالی ما دقیقاً با فاجعه‌ای روبرو هستیم به اسم سود پیرهوسی. معامله رو باز می‌کنی اما مارکت دقیقاً خلاف جهتت حرکت می‌کنه. استرس کل وجودت رو می‌گیره. استاپلاس رو پاک می‌کنی. حتی برای جبران حجم رو سنگین‌تر می‌کنی و چند شبانه روز با تپش قلب به مانیتور زل می‌زنی. بالاخره شانس باهات یار میشه. بازار برمیگرده و تو فقط با چند دلار سود از معامله فرار می‌کنی. یه نفس راحت می‌کشی و با خودت میگی بردم. در بازار حفظ سرمایه روانی 1000 بار مهمتر از سرمایه مالیه. وقتی با پول خودت میجنگی، ترس از دست دادن تو رو مجبور به گرفتن تصمیمات پیرهوسی میکنه. ما آریا اینوستور هستیم. سرمایه گذار قدرتمند، پایدار و پیشرو که به صورت اختصاصی اکانت های پریمیوم با سرمایه زیاد به تریدرها ارائه میدیم.